به دنبال تشدید حملات به آرمان‌ها و ارزش‌های چپ در ایران و خارج از ایران، اتاق فکر چپ سبز در صدد هست با دوستانی که به این باورها و ارزش‌ها پایبند هستند مصاحبه‌هایی رو تشکیل بده و اونها رو در وبسایت اتاق فکر چپ سبز در اختیار دوستداران قرار بده. از شما دوستان عزیز دعوت می‌کنیم که وبسایت ما رو دنبال بکنید و به این مصاحبه‌ها گوش بکنید. با درودی دوباره خدمت بینندگان عزیز این برنامه و خوش آمدگویی دوباره و تشکر از قبول زحمت از آقای مهرداد خامنه. بحثمون رو در رابطه با مبحثی که دور قبل شروع کرده بودیم ادامه میدیم، در رابطه با هنر و اجزای مختلف هنر و چپ ستیزی که در این عرصه وجود داشته و پیشینه طولانی هم داره، در دوره‌های بیشتر موفق، در دوره‌های کمتر موفق، ولی همیشه وجود داشته به عنوان یک چالشی که چپ‌ها باهاش همیشه روبرو بودن. صحبت دور قبلمون با به اینجا کشیده شد که چیکار میشه کرد و آقای خامنه داشتن توضیح میدادن که یکی از راه‌ها اینه که ما در عین این که خودمون رو نقد میکنیم و ایرادات خودمون رو پیش از آن که دیگران بگیرن ما در واقع مطرح بکنیم، در عین حال سعی بکنیم آنچه را که آنها سعی میکنن نامحسوس بکنند و یا ناچیز جلوه بدند، اونها رو بیشتر بهش توجه بکنیم تا اینکه به مساف آنچه که آنها تولید میکنند بریم و سطح کارمون رو، سطح بحثمون رو حالا تو عرصه های مختلف و در این نوع مشخصش در عرصه هنر در سطوحی قرار بدیم که بتونه معنای بیشتری بده و از جوهره سازندگی بیشتر برخوردار باشه تا اینی که بخوایم واکنش داشته باشیم فقط در مقابل آنچه که اون جریان اصلی تولید میکنه که هدفشون مشخصه چی هست و آشنا هم هستن همه باش، چه موافقین چه مخالفین. این بحث رو ادامه میدیم و من اینجوری از آقای خامنه میخوام بپرسم که مثال های مشخصی که میتونید بزنید بعد از مقطع 1401 که فرمودین یک تغییر محسوسی ایجاد شده و یک نشانه های از این بتونید بدید که چه چیزایی هست بعد از 1401 که میشه سراغ گرفت و این تغییر رو در فضای تاکنونی نشون بده به ما. شبتون بخیر. ممنونم از دعوت مجدد و همینجور تشکر میکنم از توجه بینندگانتون. من اجازه بدید که قبل از این بحث رو از اینجا شروع بکنیم تا برسیم به نشانه های امروزین جامعه ما. شما از بحث نقد خود چپ صحبت کردید. من احساس میکنم که ما نیاز داریم که یه سری مفاهیم رو به روز بکنیم در ادبیات خودمون، در فرهنگ چپ. واژه‌هایی مثل هنر متحد در دهه‌های 40 و 50 به یک خط مشی تبدیل شده بودش که در واقع هنری که اجتماعی هست، مسئولیت اجتماعی رو میپذیره و واکنش نشون میده رو تعریف میکرد. به مرور زمان این یک بچه مثبتی بود که در دهه 40 و 50 هنر و فرهنگی که چپ در واقع پیشرو اون بود مطرح میشد. به مرور زمان این تبدیل شد به یک چارچوب. این چارچوب الزامی به وجود می آورد برای هنرمندایی که یا داخل این چارچوب قرار میگیرید یا نمیگیرید. مثلا یکی از جاهایی که به نظر من ما میتونیم فرهنگ چپ رو نقد بکنیم در دنیای امروز این هستش. همون جوری که بحث رانسیه رو مطرح کردم در جلسه گذشته،
امروز ما متوجه میشیم که خیلی خوب این دیدگاه در یک دورانی کاربرد داشته، ولی در دنیای امروز ما بحث هنر متحد فقط محدود نمیشه که ما بیایم به طور مستقیم یه پیام سیاسی داشته باشیم و فضای کار فرهنگی و هنری خودمون رو محدود بکنیم به اون فضای سیاسی. امروز ما در واقعیت جامعه خودمون در ایران میبینیم که خیلی از جوانایی که کار هنری یا فرهنگی میکنن به طور مشخص شاید پیام سیاسی نداشته باشن، اما فرمی که این پیام رو مطرح میکنن در جامعه کار سیاسی است. دختر جوانی که در خیابون انقلاب مثلا بک تو بلک رو میره میخونه، شاید به نظر ما هیچ پیام سیاسی خاصی در محتوای کارش وجود نداشته باشه، ولی اون دختری که بدون حجاب وایساده و بی‌پروا این هنرنمایی میکنه در واقع داره یه کار سیاسی میکنه. حالا اگر ما بیایم با پارامترهای قدیمی خودمون یه همچین فردی رو در جامعهمون بگیم که خب این که داره بک تو بلک رو میخونه، این هم که خب مفهوم شعرش که چندان مترقی نیست، پس هیچی، ما با اینا نمیتونیم کاری داشته باشیم، این کاملا اشتباهه. به خاطر اینکه این افراد، این نسل هستن که الان پرچمداران در واقع حرکت‌های اجتماعی هستن که اون نظم موجود رو دارن به چالش میکشن و این به چالش کشیدن نظم موجود و نظم حاکم سرکوبگر در واقع مبارزه سیاسیه. این مفاهیم رو ما باید مقدار به روزش بکنیم. برای میشه یه موردی رو اینجا بگم به عنوان اینکه به چالش بکشیم بحث رو، نه لزوما آنچه که من خود مدافعش هستم به قول معروف بشم وکیل شیطان اینجا و چیز بکنم. این نمونه رو که گفتید خیلی اتفاقا نمونه خوبیه. در مقابل اون صحبتی قرار نمیگیره که دور قبل فرمودیم که این فردگرایی وقتی که رشد میکنه و طبعا هم بهش بار و بال داده میشه، در مقابل اون چیز جمعی که چپ، یعنی حرکت جمعی یا نگاه جمعی که چپ داره برای ایجاد یک مقاومت در مقابل آنچه که موجود هست، نظم موجود، این اون در تقابل با هم دیگه قرار نمیگیره. یا رابطهشون چجوری میشه؟ این تک تک افرادی که در کنار خیابونی که هنرنمایی میکنه، یکی میاد یه فیلمی از یک کار هنری خودش توی دوربین خودش، دوربین گوشی خودش ضبط میکنه و اینو تو فضای مجازی پخش میکنه و در مقابل فرهنگ حاکم و نشانه های فرهنگ حاکم میاد یک چیزی رو به تصویر میکشه. درست. اونجوری که من متوجه میشم اساس فرهنگ چپ در چه هستش؟ نقد هر آنچه که موجود است، آزادی هر فرد شرط آزادی همگان است و تاریخ بشر تاریخ مبارزه طبقاتی است. خب وقتی که شما در جامعه عناصری که سرکوب شده هستند در ساختار اون اجتماع این جسارت رو پیدا میکنن که اون نظم رو به چالش بکشن و حالا به هر شکلی، اینها که صاحب قدرت نیستن، که اینا که در اون گفتمان نولیبرالی قرار نمیگیرن، که اینها در واقع نیروهای سرکوب شده و تحت ستمن و در واقع وظیفه ما دفاع از این نیروهای تحت ستم هستش در هر شکلی، در هر جایی. این خودش به خودی خود در داخل مبارزه ما قرار میگیره و دفاع از این افراد بخشی از کار ما هست. متوجه؟ و اون بحثی که ما در جلسه قبل مطرح کردیم، اونها کسایی هستن که صاحب قدرتن، صاحب قدرت مالی هستن، صاحب نفوذ اجتماعی هستن و در واقع گفتمان اجتماعی رو به سمت و سوی مسیری که خودشون دلشون میخواد برای منافع طبقاتی خودشون میبرن. این نیرویی که ما ازش صحبت میکنیم به این شکل، این نیرو کاملا جداست از اون. این نیروی تحت ستمه. متوجهی؟ و من فکر میکنم که این دوتا کاملا از هم جدا و بحثی که مطرح کردم اینه که ما اینجا یه مقدار دوچار تعارض میشیم با واقعیت‌های اجتماعیمون و بحث‌هایی که به صورت تاریخی در ذهنمون وجود داشته. و فقط در این بحث هم نیست، بحث مثلا زبان. بحث زبان رو مثلا شما توجه بکنید، ما یک اصلی داریم
حق تعیین سرنوشت و همینطور حق اقوام برای آموزش زبان مادری و اینها از رؤوس فعالیت‌های چپ هستش. این حقیه که ما به رسمیت میشناسیم. خب ولی در دنیای امروز خود زبانی که تحت سلطه هست، یعنی خودش ابزار سرکوب میشه، باید باش چجوری مقابله کرد، باید چجوری قفس این زبان رو شکست. محدود کردن جامعه، اینم دوباره برمیگرده به اون بروز شدن. تئوری های جدید اومده. گادامر مثلا میگه خود این بحث زبان رو ما باید از محدوده‌ای که تحت سلطه هست بیاریم بیرون. تأکید مستمر بر زبان فارسی به طور نمونه، این خودش به نظر من بحث مترقی دیگه الان نیست، به دلیلی که ما در قرن 21 با زبان به عنوان یک پدیده جهانی روبرو هستیم. در هیچ فضای آکادمیک شما نمیبینید که افرادی که تو اون فضا کار میکنن به 2-3 زبان مسلط نباشن. خب در جامعه ما الان به چه شکله؟ حتی در بخش مترقیون ما به شدت وابسته به ترجمه هستیم، همچنان زبان فارسی رو معیار هر چیزی قرار میدیم و در کنارش با نقصی مواجهیم که نقد اجتماعی وجود نداره، نقد فرهنگی وجود نداره، یا اگر وجود داره خیلی کم رنگه. بیشتر ما به شکل قبیله‌ای همچنان رفتار میکنیم. برای همینه که شما میبینید که آثاری که مثلا به زبان فارسی ترجمه میشه، از یک کتاب 5 تا ترجمه وجود داره. این به چه دلیله؟ این به دلیل اینه که اصولاً ساختار نقدی وجود نداره. هر کسی به خودش اجازه میده که مترجم باشه. خب و فقط بتونه پول در بیاره از این طریق و در اون ساختار رسمی قرار بگیره. اونجا ناشرم کار خودشو میکنه، اون در اون سیستم نئولیبرالی قرار داره که تحت اون حاکمیت داره عمل میکنه، به یک سری کتاب‌های مشخصی مجوز میده که بتونه ازش پول در بیاره. اون خود ناشر نقش در واقع سانسورچی ثانی رو بازی میکنه، به دلیلی که نمیخواد سرمایه‌اش از بین بره. واجی ساختار جامعه ما به این شکله و خود زبان در واقع در قفس قرار گرفته. حالا ما چه اصراری داریم که مثلا همه آثار فقط باید به زبان فارسی ترجمه بشه تا ما بتونیم اینو به رسمیت بشناسیم؟ این دقیقاً فضاییه که حاکمیت میخواد برای سلطه خودش و کنترلش بر فرهنگ و هنر و هر چی که هست، حالا به شکل نوشتاری، سلطه پیدا کنه. خب ما میتونیم این سلطه رو بشکنیم. این چالش نسل جدید روشنفکرای ما هست که خودشونو آگاه کنن به زبانهای مختلف، مخاطبانشون ترویج کنن که برن زبانهای مختلف و منابع رو در زبانهای مختلف بخونن. لزوما نباید همه چی به فارسی ترجمه بشه. میدونین به طور مثال میگم، بحثایی که ما باید خودمون رو بروز بکنیم با توجه به زمانی که داریم در زندگی میکنیم فراوان هست، بحثایی که خیلی هم برای ما حساسه. خب ولی این بحثا جدیه و اگر من منظورم در جلسه قبل که گفتم ما لول گفتمانمون رو باید در جایی ببریم که رو به سوی آینده داشته باشه و راهگشا باشه برای نسل‌های بعدی که دارن میان. امروز نسل زد ما رو نگاه بکنید، ادبیاتی که صحبت میکنه یک ادبیات کاملا متفاوتیه با این چیزی که من و شما امروز صحبت میکنیم. ما حامل اون نسل خودمون هستیم. یه کلیپی من دیدم در فضای مجازی که شوخی بود، اسکچ بود، ولی خیلی هم واقعی بود. یه وکیلی بودش از نسل زد، خانم جوانی که ادبیاتش نصف جملاتی که استفاده میکرد انگلیسی بود و انگلیسی اسلنگ بود. خب این واقعیت جامعه ماست. یعنی این، یا من در یوتیوب میبینم افرادی که کتاب معرفی میکنن. شگفت انگیزه که این نسل جدید ما میاد کتاب فارسی رو معرفی میکنه، در کنارش کتاب انگلیسی رو معرفی میکنه و بعد میاد مترجم و میگه آقا این اصلا این مترجمهش خوب نیست، من پیشنهاد میکنم که به همون زبان اصلی بخونید. خب این واقعیت نسل کتابخون امروز ماست که الان 20 سال سنشه. یعنی همکنون آشناست با ترند جهانی. خب حالا ما بیایم اینو محدودش بکنیم که نه تو فقط بیا این 4 تا مترجم خوبه اینا رو آثارش رو بخون. خب عقبیم دیگه، عقب میفتیم از جامعهمون. این به عنوان یه نمونه دارم میگم. اون وقت چیز نقطه مقابل که نه، در واقع آنچه که بتونه به این سمت و سوی
بیشتر رو به آینده بده. اینها یعنی واقعیت هایی که ما چه بخوایم چه نخوایم، نمیدونم چه خوشمون اومده باشه یا پیش بینی کرده باشیم و یا نه، در جامعه اتفاق افتاده و عمل میکنه. جدا از اینی که کسی این رو هدفمند به وجود آورده یا اینکه بر اساس یک روند طبیعی خارج از اراده چه میدونم کسایی که تصمیم گیرنده هستن این اتفاق افتاده که یک چنین ادبیاتی مثلا رواج پیدا کرده. خب این اگه بخوایم چیز بکنیم به عنوان زبان که یک وسیله است برای ارتباط، برای بیان احساس، برای بیان افکار و غیره و غیره، حالا این وسیله این ویژگی خاص رو پیدا کرده. البته خود همینم روی شیوه فکر آدم هم تاثیر میذاره به نوعی. حالا اینو چجوری میشه؟ اولین قدم به قول شما که میگید، اولین قدم اینه که تایید بکنیم، بپذیریم که این اینجوری هست و بیانه، یک نوع بیانه. پشت این یه سری خواستها وجود داره، پشت این یه سری نیازها وجود داره که به این شکل بروز پیدا میکنه و در مقابل فضای خفقان آوری که میخوان ایجاد بکنن وای میسته به اشکال مختلف. منظور شما اینه که مثلا نیروهایی که کار هنری میکنن، کار سیاسی میکنن، کار فلسفی میکنن، باید چگونه با این نسل وارد بدبستان بشن، به جوری که این نسل خودشون رو غریبه احساس نکنن و اونایی هم که میخوان تأثیرگذار باشند احساس نکنند که این نسل جدید چیز ندارن، پذیرایی ندارن برای حرفای مثلا نسل من، اینجوری بخوایم بگیم. این پیوند رو با چی باید برقرار کرد یا چجوری باید برقرار کرد؟ با استفاده از هنر مثلا. ببینید، یکی از نقاط مثبت این که اصولا چپ در جامعه ما نفوذ داشته، یعنی در روزنه هایی که به صورت تاریخی براش به وجود اومد تاثیر شگرفی گذاشتش توی فرهنگ و ادبیات و اجتماع ما، دقیقاً پیشرو بودنش بود. یعنی ما همون دهه‌ای که بین 20 تا 32 رو در نظر بگیرید، امروز مفاخیر ادبیات ما رو میبینیم که در اون دوران بودن. همون دوران مثلا شما نوشین رو ببینید، عبدالحسین نوشین که پدر تئاتر نوین ایران هست، این برخوردش چجوری بود؟ برخورد با خود رفقای حزبیش در داخل جلسات حزبی که نقد میکردنش که تو چرا اسم تئاتر تو فردوسی گذاشتی، و این جسارت این رو داشت که در مقابل اونها بیسته و بگه که آقا دلیل من، شما اونا میگفتن که خب فردوسی که یه شخصیت فئودالی بود و نمیدونم چرا باید یه تئاتر چپ اسم تئاترش فردوسی باشه. گفت به همون دلیلی که شما اگر توی انگلستان بودید اسم تئاترتون شکسپیر میذاشتید، به همون دلیل تو ایران من میذارم فردوسی. و پاش وایساد و انجام داد و اتفاقا آثار درخشانی از شاهنامه مثل بیژن و منیژه، رستم و سهراب و اینها روی صحنه آورد. میدونید اینجا این پیشرو بودن نوشین بود که در واقع باعث اقبالش در جامعه میشد، حتی در زمانی که همقطاراش و همفکراش به نوعی عقب بودن ازش. اون فردی بودش که تحصیل کرده فرانسه بود، دانش سیاسی داشت، دانش اجتماعی داشت و هنرمند بزرگی بود. میدونید این بحثیه که من گفتم که بحث رو باید ارتقا داد و نترسید، باید جسارت داشت که از زمان خودش آدم مقداری جلوتر باشه. این چیزیه که اترکتیو میکنه آدم رو. هیچ مشکلی به نظر من ما زمانی که بتونیم ایده های خودمون رو در فرم و قالبی جذاب و پیشرو به جامعه دوباره مطرح کنیم، هیچ مشکلی با جذب مخاطب نخواهیم داشت. ما از تجربه شخصی میگم، در ایران با افرادی که با پوست و گوشتمون احساس کردیم تجربه زیستن باشون در طول 10-12 سال گذشته، ما اولین بار که در تهران نمایش مارکس در سوهو هاوارد زین رو روی صحنه بردیم، اولین اجراش سال
93 94 بود، ما فقط 200 تا مخاطب داشتیم در طول یک ماه. در همون جایی که کار میکردیم، تئاترهای مختلف میبردیم روی صحنه، 3 سال بعد دوباره مارکس در سوهو رو آوردیم روی صحنه و میزان مخاطب ما برای اون نمایش 1200 نفر شد. می‌دونی؟ ارتباط برقرار کردن با اجتماع نیاز به درک اون اجتماع داره و نیاز به پافشاری داره و موندن و تلاش کردن. و اون اجتماع زمانی که ببینه افراد به این شکل کار میکنن، فضای خودش رو بهش میده و مخاطب خودش هم پیدا میکنه اون گفتمانی که داره مطرح میشه. ببین این به نظر من دوباره برمیگرده به این که چشم و گوشمون باز باشه، نفس بکشیم با اون اجتماع و وایسیم سر. ما هیچ وقت خودمون رو مخفی نکردیم که چپ هستیم در ایران، هیچ وقت. همه میدونستن که دارن میان تئاتر یک گروه چپ رو ببینن، ولی از همون لحظه‌ای که وارد میشدن ما سعی میکردیم که فرهنگ چپ رو ترویج کنیم. به چه شکل؟ به شکلی که من در کنار بلیط فروش به عنوان کارگردان وای میستادم و به تک تک آدمایی که وارد اون تئاتر میشد سلام میکردم. ما بحث اقتصادی رو که چجوری از این چهارچوب بسته اقتصادی بیایم بیرون رو به این شکل به وجود آوردیم که هر کسی به ازای پولی که در جیبش داشت میتونست بلیط بخره، از 5000 تومان تا 20000 تومان. یعنی این چجوری شما اون امر محسوس رو در جامعه به چالش میکشید؟ فقط با بعد نظری نیستش، با عملتون هم هستش که به چالش میکشید. در هیچ جای شهر تهران و در ایران وجود نداشت که این سیستم بلیط فروشی وجود داشته باشه. ما چی میخواستیم بگیم؟ ما میخواستیم بگیم که این تئاتر برای همه است، برای هر توان مالی ما این کار رو روی صحنه بردیم و شما میتونی هر چقدر که دلت میخواد پول بدی بیای تو اون صحنه بشینی بدون اینکه تفاوت داشته باشه روی کدوم صندلی میشینی. حالا سوسیالیسم این خیلی خیلی جالب بوده این چیزهای. اتفاقا همین نکات اینجوری که در ظاهر جزئی به نظر میان بله ولی بسیار بسیار نشان دهنده فکر و جوهره آنچه که هست که ما داریم تلاش میکنیم به انواع مختلف فرموله بکنیم در کتاب ها، ولی بازتابش در واقعیت روزمره همین چیز هاست که منش های ما در روزمره چگونه باید باشه و دقیقا. رفتار ما چگونه باید باشه تو عرصه های مختلف. اون وقت مثلا اگه اینو بخوایم ربط بدیم به این که خب بازیگران این تئاتر الان یه صحبتی رو فکر کنم داشتیم با هم دیگه قبلا که خب خیلی ها هستن بازیگران، کارگردانن، الان تو ایران هستن، میخوان کار بکنن و شغلشونه، از این طریق زندگی میکنن، درآمد دارن، زندگی میکنن. با توجه به محدودیت هایی که وجود داره خب هر چیزی رو نمیشه روی اکران آورد، هر چیزی رو نمیشه در چیز پخش کرد، توی سینماها پخش کرد یا به نوعی حتی ویدیوش کرد و فرستاد تو خونه ها. یه سری شرایط میخواد، مجوز میخواد، پذیرش میخواد و غیره و غیره. این چگونه میشه با این مسئله چیز کرد؟ چگونه شما اینو حل میکردید که مثلا یک بازیگری که محل درآمدش از بازیگری هست بیاد و بازی بکنه و با این شرایط بتونه گذران بکنه، به قول معروف احمد شاملو میگه غم نان رو بتونه تأمین بکنه؟ بله. خب اینم دقیقا همینه که ما به عنوان نیروی چپ باید به این چیزا فکر بکنیم. اولا ما اولین کاری که ما حرف ما با عمل ما باید با هم بخونه. اگر که قرار بدیلی رو مطرح بکنیم در جامعه، این بدیل رو باید در عمل تا جایی که میتونیم نشون بدیم. اولین کاری که ما بازیگرا می‌کردیم از معدود گروه‌های تئاتری بودیم که بلافاصله قرارداد سفت و محکم به نفع اون بازیگر می‌نوشتیم. یعنی هیچ بازیگری بدون قرارداد وارد کار با ما نمی‌شد و قراردادی که اتفاقا همیشه به نفع اون بود. هیچ بازیگری و هیچ عوامل صحنه‌ای بدون بیمه وارد کار تئاتر ما نمی‌شد. همه بیمه بودن. متوجه؟ و بعد ما به عنوان گروه، من به عنوان سرپرست گروه، تمام مخارجی که برای عملی کردن یک اجرای تئاتر لازم بود و پرداخت می‌کردیم
به عنوان گروه تئاتر اگزیت و تمام درآمدی که از گیشه حاصل میشد رو بدون اینکه ریالی ازش کسب بشه رو به خود بازیگرا تحویل میدادیم. یعنی بازیگر با توجه به اینکه میدونست با یه گروه چپ داره کار میکنه و ممکنه داستانهایی هم داشته باشه در کنارش، میومد ولی مطمئن بودش که این گروه با این دیدگاه داره و این اتفاقا برجسته میشد. یعنی هر شب که اون بازیگر میرفت روی صحنه میدونست ما همون بحث کلکتیو هنری رو سعی میکردیم ترویج بکنیم و اینو در عمل نشون بدیم. هر بازیگر میدونست که داره میره روی صحنه و داره کار میکنه و درآمدش مال خودشه. درآمد این شبی که رفته روی صحنه کسی ازش نمیاد بگیره. متوجه؟ برای ما به عنوان گروه سخت بود که تمام هزینه ها رو شخصا تقبل کنیم، ولی چون ما گروه چپ بودیم باید این سختی رو میپذیرفتیم، به خاطر اینکه ایده ما فقط بردن نمایش روی صحنه نبود بلکه ترویج اندیشه چپ بود. نه فقط با محتوای نمایش بلکه با منش، با نوع رفتار. نمایش های ما در زمانی که به طور معمول در تهران بین نیم ساعت تا 45 دقیقه با تأخیر روی صحنه میرفت، 12 اجرا داشتیم. بعضی موقع دو نمایش در یک روز روی صحنه داشتیم و هیچ وقت حتی 1 دقیقه نمایش ما با تأخیر روی صحنه نرفت. این نوع دیسیپلین تفکر چپ بودش که ما میخواستیم ترویج کنیم و این برای مخاطبین مشهود بود، یعنی بسیار میدیدن بسیار. و چیز به ما میکردن. میگفتن که دوستانی که چندان با ایده های ما موافق نبودن، چیزای بامزه میگفتن. یه کسی نوشته بود برای ما که نوشته بود گروه اگزیت چپه ولی از چپای خوبه. چپ خوبه، آره. و یعنی حالا من نمیخوام به صورت حالت خودشیفتگی در این مطرح کنم، ولی منظورم اینه که تجربه نشون میده که در جامعه ما عملی هست که حتی گفتمان چپ رو در فضای کاملا چپ ستیز، در فضای سرکوب شده به نوعی وارد جامعه کرد و در همون فضای محدودی که هر کدوم از ما در اختیار داریم در واقع بتونیم تأثیر خودمون رو بذاریم و در پروسه عمل و آزمون و خطا هستش که بیشتر بیاموزیم. میدونید و ما تا زمانی این کار رو ادامه دادیم که فکر میکردیم که میتونیم، یعنی زمانی که سانسور ما رو محدود نمیکرد. ما رفتیم در یک گوشه تهران که هیچ کس نمیومد اصلا، یعنی اون سالونی که ما کار میکردیم مال شهرداری بود، 80 تا صندلی داشت، از سالها اصلا تئاترش خوابیده بود. اینا با امکاناتی که به ما میدادن به این دلیل بودش که اون تئاتر اصلا در واقع متروکه بود. ولی بعد از 3 سال کار کردن اون تئاتر شکوفا شد با همین بچه‌هایی که اومدن کار کردن و خالصانه تمام وقت و انرژیشون رو در اختیار گذاشتن. فکر میکنید این امکان الان هم هنوز وجود داره یا اینکه میتونه به وجود بیاد که شاهد باشیم در جای جای ایران حرکت های اینجوری مشابهش حالا توی شاخه های مختلف هنر به نه وجود بیاد؟ و چون من مطمئنم که خواهان داره. بله. من نه تنها من فکر میکنم که ما فقط یه نمونه کوچکی از این کار بودیم و مطمئنا بهترین نمونه هم نیستیم، ولی من در همون زمانی که در ایران بودم شاهد بودم که در جای جای ایران تماس میگرفتن با من، کاراشون رو میفرستادن. جوانایی که دور همدیگه جمع میشدن، هسته های کتابخوانی و مطالعاتی داشتن، گروه های تئاتری داشتن، بدون اینکه هیچ ربطی با سیاست رسمی حاکمیت داشته باشن، بدون اینکه هیچ انگیزه‌ای برای رفتن به جشنواره‌های حکومتی داشته باشن. نه، دقیقاً به عنوان یک کار اجتماعی که خیلی از اینها اصلا چپ هم نبودن. فضای عذرخواهی میکنم، فضای اجتماعی ما بیش از هر زمان دیگه آمادگی این نوع فعالیت ها رو داشته و داره. این بحثی که من خدمتتون عرض کردم مربوط میشه به سال 98. یعنی ما آخرین اجرای عمومیمون رو که با یک بیانیه‌ای که ما دیگه تن به سانسور نمیدیم و به قول معروف رفتیم و کارهامون رو تبدیل کردیم به کارهای مجازی، تئاتر و مستند و فلان، این مال اون موقع است. یعنی حتی در اون زمان قبل از جنبش 1401 هم این فضا وجود داشت، منتها این جوانها، این نسل دیده نمیشن، کسی توجه نمیکنه، براشون مهم نیست. چشم ها به سوی جشنواره هاست، به سوی اون پلتفرم های رسمیه و
در واقع اون کسایی که در درون جامعه و از زیربنا دارن کار میکنن، اونها اصلا و اتفاقا شاید هم بد نباشه، به دلیل اینکه اونها دارن کار واقعی رو تو اون جامعه میکنن. در شهرستان ها، در روستاها، اون بچه هایی که دارن کار رو انجام میدن ولی بدون هیچ حاشیه‌ای، بدون هیچ جایزه‌ای، بدون هیچ درآمدی، اینا نیروهای واقعی اجتماعی ما هستن که واقعا ارزشمندن و تاثیرگذار. حالا درست. میدونید، و این نمونه مطلب ولی به نظر من از 1401 به بعد این شکوفاتر شد، یعنی بیرون اومد. ما به وضوح در جامعه این رو دیدیم و لمس کردیم. دیگه این جسارت به حدی رسید که دیگه کسی خودش رو قایم نمی‌کرد. تا قبل از 1401 هم همه اینها وجود داشت. این چیزها یک شبه به وجود نمیاد. اون جوونی که شما میبینید توی خیابون به اون زیبایی داره آواز میخونه، این سالها صداشو پرورش داده. کجا پرورش داده؟ تو همون جامعه. اون جوونی که داره گیتار میزنه، سالها داره رو اون گیتار کار میکنه یا رو اون ویولون. هنر چیزی نیست که شما از امروز به فردا هنرمند بشید. یه جوون 20 ساله از چند سالگی داره گیتار تمرین میکنه که به این زیبایی داره میزنه در خیابون و این نظم موجود رو زیر سوال میبره. پس این در این جامعه وجود داشته و شرایط اجتماعی به وجود اومده که این جسارت رو پیدا کرده که بیاد در جلوی مردم وایس، حجابش رو ورداره و شروع کنه به آواز خوندن. نمودش رو ما به واقع میدید. پس و, بنابراین و این چیز در واقع بخوام این دو بحث رو به هم ربط بدم، این که این تلاش جریان اصلی در واقع که معروف هست، میگن که به هر حال عرصه های اصلی و امکانات تولید و توزیع هنر رو در دست داره، این موفق نشده که نسل‌های امروزی، جوانهای امروزی، نسل زد به قول معروف، که دارن میان و برآمد میکنن به این شکل، نتونسته اینها رو به نوعی بخوایم بگیم گول بزنه، یا اینکه نتونسته اینها رو تربیت بکنه با اون فرهنگی که خودش میخواد. موفق نبوده علیرغم تمام امکاناتی که در اختیارش بوده و ناکام شده در واقع. بله. اینا خودشون هم اعتراف کردن و نه امروز نه دیروز. ببینید این بحث 40 ساله است، بیشتر از 40 سال. فقط نسل زد امروز نیست. نسل زد امروز من فکر میکنم موفق ترین نسل در واقع در بروز این جسارت های اجتماعیش. ما از دهه 60، اگر شما یادتون میاد در ایران برای حمل یک ساز شما باید مجوز میداشتید، همون جوری که اگر یه سلاح میخواستید حمل کنید باید مجوز میداشتید. ما در سالهای 60 وقتی کلاس های تئاتر اسکوئی میرفتیم با کلاس های بازیگری مصطفی اسکوئی، کلاس هایی بودش که همیشه خطر بستن، خطر ریختن به اون سالن دستگیری ماها بودش، ولی اون کلاس ها همیشه پر بود. یعنی هیچ وقت این سنگر فرهنگ به نظر من به دست حاکمیت نیفتاد و همیشه نیروهایی در درون جامعه ما بودن که این فرهنگ رو زنده نگه داشتن، فرهنگ مقاومت رو زنده نگه داشتن. ولی از 1401 به بعد این شکوفاتر شد و دیده شد و به عنوان یک قدرت مقاومت و به عنوان یک قدرت سیاسی مطرح شد. برای همینی که من عرض میکنم خدمتتون که فرهنگ و هنر در غیاب احزاب و تشکل‌ها و سازماندهی اون شکلی که ما در نظر داریم، حتی سندیکاها هم در کشور ما ممنوع هستش، به عنوان یک پیشقراول سیاسیه. این بحثیه که در جلسه قبل مطرح کردم که رانسیر میگه هنر خودش یک اکت سیاسیه، زمانی که بتونه به چالش بکشه اون توزیع امر محسوس رو. اون چیزی که ما در گفتمان حاکم میبینیم، اون چیزیه که اون تلاش میکنه به همه القا کنه و در واقع نسل امروز داره این تلاش رو به خاک میکشه، نشون میده که نه، همینجوری که شما نتیجه میگیرید که نه تو موفق نبودی. امروز در جامعه ما مجوز گرفتن برای هنرمند مثل یک فحش میمونه، با وجود اینکه این درک وجود داره که انسان‌ها باید زندگی کنن، باید معیشتشون تأمین بشه و خیلی ها مجبورن این کارو بکنن، ولی کار درست رو همه میدونن
امروز هر نویسنده‌ای میدونه که کار درست نگرفتن مجوز از ارشاد اسلامیه. امروز هر هنرمندی میدونه و نمودهاشو حتی در همون هنر غالب هم شما میبینید، افرادی که دیگه تن نمیدن، دیگه کار نمیکنن، ممنوع الکار میشن، راههای دیگری برای معیشت خودشون پیدا میکنن، ولی روی حرف خودشون میستن. ترانه علی دوستی، خانم ترانه علی دوستی نمونهشه. این تولید جمهوری اسلامی، این بازیگر در همین 40 سال گذشته اومده سلبریتی جمهوری اسلامیه و این نتیجهشه. 100% این سیاست فرهنگی شکست خورده، گرچه هیچ وقت پیروز نبود، ولی اون گفتمان خودش رو سالها حفظ کرد، جشنواره خودش رو به عنوان چیز مثبت در جامعه به نسل جوان القا میکرد. امروز نسل جوان میدونه که جشنواره فجر مثل فحش میمونه، یک جشنواره حکومتیه. کلمه حکومتی امروز ثابت شده که یک چیز زشتیه برای جامعه. و این بیشترین نشانه ناکامی این بله. تفکر و این شیوه حکومت مداری هست. دقیقاً. و حالا من ببخشید اینم فقط یک جمله اضافه بکنم، و حالا اینجاست که بحث ما مهم میشه. چپ و نیروی چپ چه کار داره میکنه در مقابل این همه آگاهی اجتماعی، در مقابل این همه جسارت از خودگذشتگی؟ کجا قرار میگیره؟ آیا میاد اون جوون رو پیدا میکنه و کارش رو تبلیغ میکنه و صدها نمونه مشابه؟ آیا وقت برای اینا میذاره اصلا؟ یا اینکه منتظره ببینه که کدوم سریال از تلویزیون جمهوری اسلامی میاد بیرون فقط به همون بپرد؟ نه، پرداختن به اونم خوبه، نقد اونم عالیه، افشا کردنش عالیه، همون کاری که جلسه قبل ما داشتیم میکردیم. اما کار عظیمتر اینه که این نیروی اجتماعی رو صداشو بلندتر بکنیم و خودمون رو در کنارش نشون بدیم و اون موقع به راحتی ما میتونیم در کنار اونها باشیم و اونها ما رو میبینن. دقیقاً. با این پیام شما با صحبت امروز رو به پایان ببریم که ببینیم این نسل رشد یابنده و اینی که داره خودشون نشون میده به انواع مختلف و بتونیم پیوند برقرار بکنیم با این افکار جدید و این شیوه های بروز مقاومت جدید که خیلی هم در عرصه های هنری بیشتر خودش رو نشون داده توی این سالهای اخیر. و امیدوارم که شما هم توی کارتون موفق باشید و در این زمینه فعال باشید و ازتونم خیلی تشکر میکنم دوباره که قبول زحمت کردین، اومدین و این صحبتهای خوب رو داشتین اینجا. امیدوارم در فرصتهای دیگه، در بحثای دیگه هم در حضورتون باشیم. تشکر دوباره از بینندگان عزیز و همه آن کسانی که این برنامه رو میبینند و پخش میکنند و به دوستانشون هم اطلاع بدین که یک چنین کانالی وجود داره، توی عرصه‌های مختلف سعی میکنه مطالبی رو ارائه بده که به قول آقای خامنه نامحسوس شدن از طرف جریان اصلی. خیلی ممنون. تشکر دوباره آقای مهرداد خامنه. موفق و سرفراز باشید. اجازه بفرمایید منم ازتون تشکر کنم، همینجور از بینندگان عزیزتون که این فرصت رو به ما دادن و این امکانه که در کنار. خیلی ممنون. خوش باشید و سرفراز.